عرض سلام و خسته نباشین. این پروژه پست برق 230 کیلوولت به 63 هست که تجهیزات نصب شده. فعلا جمپر بندی ها داره انجام میشه. جمپر یعنی همین ارتباطی ها بین تجهیزات با سیم 400، سیم 500، سیم 1000 و سیم 620. و عرضم به حضورتون لاین تراپ ها نصب شده. سیستم های مخابراتی پست های برق هستن اینها. یعنی خود وزارت نور یه سیستم مخابراتی داره که با استفاده از اون سیم گارد، اون سیم بالایی، یه فیبر نوری داخل اون سیم ها هست. البته این نست دکل‌های انتقال و میاد و توسط اینها به قول معروف بحث مخابراتی پست ها، بحث دیسپاچینگ و این چیزها انجام میشه. عرضم حضورتون سینی کاری ها انجام شده. سینی و لدر، تابلوهای مارشال، یعنی تمام این تجهیزات کاب کشی میشه و میاد داخل این تابلو و از این تابلو توسط این سینی ها و این کابل ها، این کابل ها توسط این سینی ها به قول معروف میرن و توی اتاق کنترل، یعنی هر تجهیزی یه مکانیزمی داره، یه سیستم قطع و وصل، بحث نمونه گیری، تمام اینها انجام میشه و میاد توی این تابلوی مارشال و از این تابلوی مارشال کابل ها توی این لدر ها میاد و میرن به سمت اتاق کنترل. و این سینی نازک کوچیک 10 سانتی میبینید کنار این بحث فیبر نوری هست، یعنی کابل های جریانی، سیگنالی و قدرت کلا از هم جدا میشن و بحث فیبر نوری هم جدا میره. لوله های باسبار رو داریم که حامل ولتاژ هستن. اسپیسر ها رو داریم یا فلکسی ها هستن. اسپیسر ها اونها هستن که آرایش میدن به کابل. و عرضم به حضورتون پی آی هست یا مقره های اتکایی هستن که 2-3 نمونه هست. پی آی اچ، پی آی ال در سایز های مختلف، ارتفاع های مختلف. و این لوله باسبار اصلی هست که ازش جمپر میگیرن و به قول معروف تجهیز رو برقدار میکنن و تمام اینها اینترلاک داره، یعنی بحث قطع و وصل و این چیزا. اگه احیانا جایی خواستن تعمیرات انجام بدن، تست انجام بدن، تعویضی چیزی داشت، جوری هست که بتونن از هر طرف بخوان قطع و وصل بکنن. انواع سی تی و سی وی تی و سکسیونر و دی اس و ال آ و عرضم به حضورتون بحث ال ام یو روی سی وی تی ها هست. بحث ترانس اصلی، ترانس کمکی، ترانس ارت، آکزولاری هست. بحث گنتری و گارد و اینها رو داریم. روشنایی پست رو داریم. انواع بریکر یا سی بی رو داریم. انواع سکسیونر خط رو داریم. سکسیونر ارتدار رو داریم. انواع مکانیزمش هست. و عرضم به حضورتون اتاقهای بی سی آر هستن که باز رابطه بین تجهیزات و اتاق کنترل اصلی هستش. سیناز توی 2-3 طبقه اجرا میشه، بستگی به تیپ کانالش داره. تیپ کانال آ داریم، بی داریم، سی داریم. نسبت به ارتفاعاتش لدرها طبقاتی اضافه میشن یا کم میشن. و عرضم به حضورتون مقره های آویزی روی لاین تراپ ها رو داریم که نسبت به سطح ولتاژ هر پست مقره ها اضافه یا کم میشن. و خط اصلی رو داریم، خط 230 یا 63 رو داریم و خط های خروجی رو داریم. ارتباط بین پست ها رو داریم، ارتباط بین دیسپاچینگ. و عرضم حضورتون بحث 20 کیلوولت شهری رو داریم که هر خط یا هر خیابون رو روی هر فیدر مشخص میکنن و اینها خروجیش هست. تمام اینا کنترل میشه توسط اتاق کنترل و همچنین از سمت دیسپاچینگ اصلی که هر استان یا شهرستانی این رو داره، چه توی سیستم توزیع